ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 21. پهنای ابرهای سفید و سکوت آسمان پهناور کس را بی اختیار به خیال میبرد. از میان هزار سالهای کهن سوی دیاری دوست پیغام میبریم. پیغام از گهواره آریا، از مرزهای تولیدی اویستا، از وطنی زردوشت، از سرزمینی کهن بنیادی ملتی شیر پرور و فرهنگ دوستی تاجیک. هرگاهی که قدم به سرزمین ایران می گذارم با تمام هستی احساس می کنم که به خانه یک دوست عزیز و برادری دیرینه آمده ام. به سرزمین آمده ام که آغازهایش از سرچشمه اویستا و تعلیمات زردوشت آب می خورد. با ملت تاجیک هم تقدیر و هم زبان است. اساطیر و روایت، ادبیات و فرهنگ و ارزش‌های معنوی و میراث تاریخی مشترک دارند و این همدلی و همزبانی ریشه‌های عمیق داشته از قعر عصرها و قرن‌های کهن ابتدا می‌گیرد. آنگونه که ایرانیان ابو عبدالله رودکی را سردفتر ادبیات کلاسیکی خیش شناختند، تاجیکان نیز دیوان سعدی شیرین سخن و حافظی شکرگفتار را در گهواره زیر بالین طفلان خیش می‌گذارند تا که از کرامت سخنی این پیامبرانی نظم عقده بخت کودکان معصوم کشاده گردد. همچنین در اصفهان به دنیا آمدن و در موضع لنگری ختلان مکانی آخرت اختیار کردنی شاه خاموش، در همدان چشم به عالم کشادن و در کولاب آرامگاهی ابدی یافتنی میر سید علی همدانی، در بخارای شریف شهرتی عالمگیر پیدا نمودن و در همدان جان به حق سپردنی ابو علی سینا، در خوجند پا به عرصه حیات نهادن و تبریز را وطنی دویوم خیش انتخاب کردنی کماری خوجندی گواهی آن است که این دو ملتی هم تقدیر و هم زبان در طول عصرها دست به دست داده و کتف به کتف نهاده پیش رفتند. نگاهم از بالای پهنای ابرهای سفید می نقشد و خیالم بی اختیار سوی ایران می رود. یادم می آید که باری نخست به این سرزمین کهن بنیاد قدم نهادم و عزم زیارتی مقبره سعدی و نشیمنگاهی آخرتی حافظی بزرگوار در دلم بالا گرفت. مرزبانان می‌خواستند نخست به زیارت تربت آیت الله امام خمینی برویم، ولی دل آرزوی قدم جای سعدی و حافظ و آبی رکناباد و گلگشتی مصلا را می کرد. از رازگی یزدانی پاک قافله ما راه شهر شیراز را پیش گرفت. آرامگاه سعدی شیرین کلام و زنده یاد در قسم شمال شرقی شهر شیراز اندرونی باغی زیبای مقام داشته است. مقبره بر بالای پای دیواری نه آنقدر بلندی زیندار قامت افراخته با پیشیوانی بلندی گنبزدارش بیننده را مفتون می نمود. در درآمدگاه آرامگاه سعدی با خطی زیبای بیت زیرین ثبت شده بود:
ز خاکی سعدی شیراز بوی عشق آید، 1000 سال پس از مرگ او گرش بویی. در کناری مقبره بناهای خوشترهی سایه افکن و استراحتی برای قبول مهمانان و زیارتگران موجودند و چشمه اندرونی باغ واقع است که چشمه های صاف و زلالی دیاری تاجیکان را به یاد می آورد. از زیارت مقبره سعدی یک جهان تأثرات برداشتم و شکر آن کردم که پند و نصیحت های گلستانی جاویدانش برایم بارها رهنمایی نموده است. آرامگاه حافظ در باغ مصلای شیراز مقام داشته است. گلگشتی مصلا واقعاً گلگشتی تر و تازه و بر هوایی است که گردی مقبره شاعری پیامبر نفس را احاطه کرده است. شاید صدای دلی حافظ شیرازی از جانب حق شنیده شده است که تربتی آخرتی او نیز در گلگشتی مصلا و کناری آبی رکناباد ابداً جای یافته است. گنبدی آرامگاهی حافظ از بیرون به چشم چون کلاهی درویشان نماید، هم داخلی این گنبد با نقش و نگاری زیبای آرایش یافته است. دورا دوری سنگ قبر را 8 ستونی مرمری احاطه نموده، ستونها در بالای پای دیواری زینه‌دار استوار ایستادند. مقبره در مابین باغ جای داشته و زیارتی آن صدها هواداران شیریناب و معتقدان طریقتی حافظ به زیارت می آیند. خاکی تربتی حافظ را در قطاری دیگر زیارتگران به دیده می مالیدم و شکر آن می کردم که رسیدن به زیارتی قدم جای پیامبری شیری ملکوتی برایم میسر گشت. هنگامی که راهی شهری باستانی تخت جمشید را پیش گرفتیم، از کجای این مصرع‌های حافظ شیرازی به یادم رسید. آینه سکندر جامی جم است بینگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. تخت جمشید تقریباً 60 کیلومتر دورتر از شهر شیراز واقع بوده است. هرچند موافق روایت ها برآمد این شهر را به شاه اساطیری جمشید نسبت می دهند، در اصل این شهر قدیمه را سالهای 520 460 تا میلاد دارای یک و خشیارشاه بنیاد گذاشتند. اگر آثار پایتخت کوروش کبیر پسرگد زینه های نخستین انکشاف صنعت معماری زمان هخامنشیان را انعکاس نماید، پایتخت نوی دارای یک شهر استخر پارس که بعدتر با نام تخت جمشید شهرت یافته است، از رونق من بعده آثار معماری و شهرسازی درک می دهد. واقعاً کوروش کبیر در بالای پایدیواری استواری دولت توانایی مات، دولت محتشم و ابرقدرت فارس را بنیاد گذاشته، قلمرو آن را در 4 سمت کشور وسعت بخشید. دارای جهانگیر شهرت و اعتبار دولت هخامنشیان را باز هم افزونتر نموده، تمام دشمنان خود را چی در مشرق و چی در مغرب زبون و مطیع ساخت. دولت باختر قدیم نیز در مقابل لشکرکشی های پی در پی کوروش کبیر دارای یک
و پسایندگان آنها چندان دیر نپایید. اول همسایه کشورهای اطراف باختر، سپس سکایه‌های گردنکش و پرخاشجوی و عاقبت آریا شهر پهناور غالبیت دولت هخامنشیان را اعتراف نمودند. با وجود این، باختر قدیم تکیه‌گاهی با اعتماد دولت هخامنشیان در قلمرو شرقی کشور به شمار می رفت. حکم باختر در آن روزگار از دامن کوههای هیمالای کشیده تا ساحل خزر واجب بود. حتی تاریخ نگاران عهد اسکندر مقدونی هنگام لشکرکشی ها در باختر و سوخت به حیرت افتادند که چرا در قلمرو این ملک های مطیع دولت فارس یگان استحکام حربی فارس ها یا سپاهیان آن به چشم وانمی خورد. ولی باید اقرار کرد که در شکوه و شهامت دولت هخامنشیان باختر و سوخت قدیم شهرت سابقه اش را از دست داده بود. مرکز تمدن و شهرسازی، مرکز تجارت و راههای کاروانگرد، مرکز داد و گرفت و سودای بحری به دولت فارس گذشت. علل خصوص در دوره دولتداری دارای یک پایتخت هخامنشیان به استخر پارس کوچید که آن را یونانیان پرسپولیس نام بردند. بنیاد این شهر از روی روایت مورخان عهد قدیم بیش از 50 سال به ایست ادامه یافته است. هر صبح تا شام قریب 20,000 نفر کارگران گوناگون پیشه در بنیاد عمارت و قصرهای محتشم این شهر زحمت می کشیدند. به این شهر آوازدار هنگام جشن و تنتنه‌های بزرگ، مراسم‌های تاجگذاری، علل خصوص جشن نوروز، از کلی کشورهای مشرق و مغرب مهمانان بلند مرتبه می آمدند. حاکمان و واریان کلی قلمرو هخامنشیان، شاهزاده های 7 پشت خاندان شاهنشاه، سرلشکران و سپاهیان با نفوذ، روحانیان عالی تبار، سفیران و نمایندگان کشورهای همسایه، خلص جمله اشخاص نامدار و صاحب احترام در این جشن و مراسم ها اشتراک می کردند. گذرگاه محتشم زینه‌دار کس را به میدان شهر و قصرهای با شکوه شاهنشاه هدایت می کرده است که پله های هر یک طرف آن 110 عدد بوده است. در دو سمت گذرگاه 2 مجسمه محتشم برزگاو آدم چون پاسبان بی زوال کشور و شکوه و جلال تخت شاهنشاهان فارس پایدار بوده است. از میدان به تالار قصر اپدانه عظیمی دارای یک وارد می شدند که آن را 72 ستون بلندیش 18.5 متر استوار می داشته است. قصر اپدان 100 ستون بیش از 4000 متر مربع مساحت داشته بزرگترین تالار جشن و تنتنه ها از جمله تنتنه های نوروزی بوده است. روایت می کنند که اسکندر مقدونی نیز بعد فتح این شهر یکی از جشنهای با شکوه نوروز را در قصر 100 ستون استقبال گرفته، سپس از غایت رشک و حسد آن را به کام آتش داده است. هرچی هم نباشد، از قصر آوازدار دارا 13 ستون شکسته و نیم شکسته و از قصر محتشم 100 ستون غیر از خرابه ها قریب چیزی به یادگار نمانده است. دارای یک در کتیبه 20 ستون زنده و جاویدانه داشتنی کارنامه سلاله هخامنشیان را تمنا داشت و به شاهان پسایند خویش وصیت کرده بود. دارا شاه گوید اگر این نوشتجات و پیکره ها را ببینی ویران کنی و تا دمی توانایی نگاه نداری، اهورامزدا دشمنی تو باد
و تو را اولاد مباد و آنچه تو کنی آن را اهورامزدا نیست کند. شاید اسکندری مقدونی خدا به خبر را همین دعای داراشاه و هرمزد آری تبار گرفته که بعد این خرابکاری ها چند سال نگذشته شکوه دولتش رو به زوال آورد. این شاه مغرور در عین کمالات جوانی 33 سالگی عالم را پدرود گفت. آخرین اولاد او پسری خردسال و زنش رخشانه را دعواگران تاج و تخت شاهی به کشتن دادند و ایمپریای ابرقدرت اسکندری مقدونی که بزرگترین ایمپریای جهانی بود بعد مرگ او در ظرف 1 سال پاره پاره و پراکنده گردید. من از میان خرابه های تخت جمشید قدم می زدم و درد و اندوه 1000 ساله ها وجودم را می فشرد. زحمتی گران بسیار ساله، دستاوردهای بی‌نظیری صنعت معماری عهد کهن، محصول کاری هزارها هنرمندان و شهرسازان با یک علنگه آتش به کام نیستی رفته است. تصور کنید که 20,000 آدم از صبح تا شام در طول بیش از 50 سال که برابر است به 600 ماه و 225,000 روز پیوسته رنج بردند و حاصل زحمت آنها در چند روزی سوخته و به باد رفته است. آخرین خرابه های باختر و بلخ قدیم و بت‌های آوازداری بامیان که در جنگ طولانی میان افغانها خاک و تراب گشتند عیناً همین سرنوشت را دارند. 100 دریغ که این ملک دارای تاریخی کهن را بارها لشکرکشان و کشورکشایان از جمله عربها و چنگیزیان به خاک یکسان کرده بودند، امروز باشد آخرین یادگاری هایش نیست و نابود می شود. خرابه های تخت جمشید، خرابه های بلخ کهن، خرابه های کیقوباد شاه و تخت سنگین، خرابه های افراسیاب و ورخشه و صدها شهرهای سوخته و ولنگار شده تاریخ زنده 1000 ساله های دور است که به نسل‌های امروزه و آینده پند می دهد. پند از عاقبت جنگ و خونریزی ها، عاقبت کشمکش های تخت و تاج طلبی، عاقبت استیلاگری و کشورکشایی ها که چون دلیلی بی بحث پیشاروی کس قرار می گیرند. راویان اخباری کهن در قطار چندین معجزه های عقل بشری از جام جمشید و آینه اسکندر یاد می کنند که ذکرش بالاتر ضمن شعر حافظ رفته بود. جام گیتی نمای جمشید و آینه جهانبینی اسکندر در تصور نیاگان ما والاترین آفریده خرد انسانی بوده. در آن 7 کشور عالم، 7 قبط زمین، 7 پرده کیهان و 7 برج فلک عکس می یافته است. بزرگترین خاصیت جام و آینه آن بوده است که تمام رویدادهای زمانی گذشته، امروز و آینده را در یک وقت نشان می داده است تا کس بتواند حسن و قبح عملش را درک نماید. با هدایت جام گیتی نمای جمشید و آینه جهانبینی اسکندر از قرن 1000 ساله ها به قرن امروز آمده، از قله عصری جدید براهی گذشته و آینده ملت خیش بار دیگر
نظر می افکنیم، زیرا ما حلقه نوبتی در میان تقدیری گذشته، امروزه و آینده ملت بوده سلسله تمدن و دولتداری این سه دوره را با هم وصل می نماییم. عصر 21 عصر کار و پیکار فکری، عصر سازندگی و بنیادکاری هاست، نه عصر جنگ و خانمان سوزی ها. و ملتی که به این عصر با کولباری عقل و خیرت، با دستاوردهای علمی نوین و دانش مکمل وارد نمی گردد، خواه و ناخواه دستنگر و پایبندی کشورهای ابرقدرت عالم می ماند. سوزندگی هنر نیست، مثل نیاگانی با فرهنگ خیش سازندگی باید کرد. واجبات اولی ملت خود را شناختن و استقلالیت و دولتداری خیش را قدر کردن است. و ملتی که از مکتب خودشناسی و هویت ملی، افتخار از وطن و وطنداری و سبقهای تلخ و شیرین استقلالیت بهره نبرده باشد، مثل کشتی است که در اقیانوس بزرگ سمت نمایش صحیح کار نمی کند. تاریخ گواه است که ملت تاجیک تا عهد سامانیان چندین دوره‌های درخشان دولت و دولتداری و سلاله‌های آوازداری پیشین را به سر برده است. دولتی باختر و سقط قدیم، دولتی باختر یونان، دولتی کوشانیان، دولتی اشکانیان، دولتی خودتلشاهیان و چندین دولت‌های خرد و بزرگی که پی هم تا عهد سامانیان وجود داشتند، هر کدام باری قسمت ملت ما را 100 سالها بر دوش بردند. عهد سامانیان علل خصوص زمان دولتداری اسماعیل سامانی را می توان یکی از قله‌های کمالات خودشناسی و عصر شکوه و جلال استقلالیت ملت تاجیک نامید. حتی فرهنگ و تمدن در این دوره تا جای بالا رفت که تمدن اسلام با همه پهناوری از نگاه عالمان و فیلسوفان و واعظان و مفسران تاجیک تعبیر و تفسیری نو می یافت. فرزندان عاقل و خرد پیشه ملت در همین ایام با اثرهای بیزوال خیش سرچشمه معنوی آفریدند که عصرها باز آب زلالی آن نسل به نسل انسانیت را شاداب می سازد. از همین خاطر ما امسال جشن بزرگی عمومی ملی 1100 سالگی سامانیان را استقبال می کنیم تا که صحیفه های گذشته و آینده را با هم وصل نماییم. این جشن برای ما تنها صحیفه های سپری گشته گذشته نیست، بلکه سرچشمه شجاعت و مردانگی، تجسمی دولتداری ملی، سبق دولت سازی نیاگان، در عین حال شعله است که از دوری ها راه آینده ملت را روشن می سازد و از پیش آمد حیات هشدار می دهد. پس از سقوط سلاله سامانیان، ملت تاجیک در طول 1000 سال از دولت صاحب استقلال خود قریب محروم ماند. هرچند زبان دولتی، تشکیل و تنظیم دولتداری، رسم و آیین کارگزاری، نظام مملکتداری، اداره دیوان و دفتر، پیش بردن سفارت و تجارت، نگهبانی دخل و خرج و پایه های اقتصاد کشور، سروری حوزه های علمی و ادبی و صدها عامل های دیگر سنتی صاف تاجیکانه داشت، اما مقام پادشاهی و زمامداری مملکت به دست بیگانگان بود. یعنی نظام دولتداری اصلاً توسط وزیران و عملداران تاجیک پیاده می شد
ولی تخت و تاج رسما در دست آنها نبود. و در این مدت مدید دشمنان ملت ما چندین بار کوشش به خرج دادند که نام تاجیک را از صحیفه تاریخ بیرون افکنند، ولی ملت تاجیک به هر حال توانست که در مرحله های کشاکش و جنگ های خونین تاریخ اصالت ملیش را حفظ نماید، نام، زبان، فرهنگ، دین و آیین و سنت های دیرینش را نگاه دارد. مرحله دیگری تقدیرساز در حیات ملت تاجیک این دوران استقلالیت در عهد اتحاد شوروی بود. این دوره تاریخی بسیار پهلوهای مثبت و منفی داشت که جنبه مهمترین آن بعد 1000 سال از شرافت انقلاب اکتبر در خریطه جغرافی جهان پیدا شدن جمهوری خودمختاری تاجیکستان می باشد. چندی نگذشته کشوری تاجیکان چون جمهوری سوسیالیستی در ترکیب اتحاد شوروی ارزی وجود نمود و با همین صدای آنهایی که نام و نسب ملت تاجیک را قصداً اقرار نمی کردند عاقبت خاموش گردید. تاریخ تشکل و پراکنده شوی دولت ابرقدرت شوروی ثابت ساخت که در زمینه ایدئولوژی ساخته گرد آوردن ملت‌های مختلف و به حساب نگرفتن ارزش‌های معنوی و فرهنگی و اخلاقی خلقیت‌های گوناگون عاقبت به ناکامی برده می‌رساند. پاش خوردن اتحاد شوروی به آن آورد که در قطار دیگر جمهوری‌ها تاجیکستان نیز از نعمت بی‌بهای استقلالیت واقعی بهره‌ور گردد. این دوره را می‌توان چون آغاز مرحله نوین دولتداری و استقلالیت ملی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمود. استقلالیت نوبتی ملی برای مردم تاجیکستان نسبتاً آسان به دست آمد، ولی از قضا به دشواری‌های سنگین و اختلاف‌های شدید رفته رسید. قوه‌های داخلی و خارجی که استقلالیت تاجیکستان را چشم دیدن نداشتند یا خود می‌خواستند این سرزمینی گوهربار را تحت فرمان خیش نگاه دارند، مردم زودباوری تاجیک را بر ضد همدیگر خیزانده جنگی برادرکشی را به دوش آنها تحمیل نمودند و این جنگی ننگین و پرفاجعه با عیب هدایتگران خودی و بیگانه در تاریخ دیرینه ملت تاجیک یک نقشی ناخوشی گذاشت. به نظر چنین می رسید که بیسر و سامانی ها و مناقشه های خونین در سرزمین تاجیکان نیز مثل کشور افغانستان دور و دراز دوام خواهد کرد، ولی حکومت کنونی جمهوری تمام کوشش را به آن روانه ساخت که به مقاومت و دشمنی خاتمه گذاشته ساکنان مملکت را به صلح و وحدت و مهنت بنیادکارانه هدایت نماید. شنونده های گرامی، شما گفتار 21 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخور، کارگردان شیرعلی نفضلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.